به مناسبت تجلیل روز مادر در مرکز شهر خوجند خیابان کمال خوجندی مجسمه رمز گلدسته قامت راست نمود. این اقدام با تشبث اجرا کننده وظیفه رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده و دستگیری مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت سوخت روی دست گرفته شد. هدفش ارزش‌گذاری به زنان و بانوان و هدیه برای روح بلندی آنها محسوب می شود. این نشانه رمزی به افتخار سنه مبارک روز مادران با مقصد ارزش‌گذاری نسبت به مقام بزرگی بانوان عزیز ما در رشد جامعه، در پیشرفت اقتصادی مملکت، در رشد و نموی دوران صاحب‌سالی کشور به حساب می رود. بنا به گفته سرمتخصص بخش فرهنگی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر خوجند نبی جورزاده، ایده گذاشتن مجسمه رمزی گلدسته در مرکز شهر خوجند از جانب رئیس شهر فردوس شریف زاده پیشنهاد گردیده برای تصویر آن چندی از رسامان بهترین شهر انتخاب شدند. تاکید گردید که برای تصویر این مجسمه تخمینا 8-10 روز وقت صرف شده. برای قامت افراختن آن باشد کارمندان اداره آبادانی 2 هفته زحمت کشیدند. چند تشکیلات و چند مؤسسه های شهر باستانی خوجند نیز از جانب متخصصان اینجا با کار می‌کنند. اینجا فقط هم هنرمندان، هم رسامان، هم کارمندان ریاست آبادانی شهر خوجند و هم چند کارخانه های شهر خوجند اینجا کاربری نمودند، سهمگذاری نمودند. بلندی مجسمه رمزی گلدسته بیش از 6 متر بوده. گل‌های آن بنفشه و رنگ‌هایش گوناگون میباشد. گفته میشود که سالهای اخیر توجه دولت و حکومت نسبت زنان و بانوان زیاد شده. سهم آنها در پیشرفت جامعه مهم میباشد. این اقدام رئیس شهر خوجند فردوس شریف زاده نیز پسند اکثر بانوان و مادران ولایت گردید. گزارش فرزانه شمسی و سید مختار سید انور و نسیم رحیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.